چیز براتون خیلی سواله که این جیگرها رو من چند تومن خریدم. یعنی که دوتا یه شراب زیبا با درصد 14.5 و یه بلویدر لا 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 لا. بچه کاش تو ایران هم از اینا بود. اینا رو همه رو 377 درهم شد. حالا شاید تکسفیری باشه، برم به تو هتلم چیز کنم. راستی هتلم هم اینه توی تاور پلازا. حالا بریم هتل رو بهت نشون بدم. میاو. اینم روز هتلمون. اینم برام خیلی سوال چقدر اینا واقعا با احترام رانندگی میکنن و بدون سبقت. بچه اونم برج خلیفه است. بچه این پول گنده هشونه که یکی 30 میلیون ایران میشه، یکی 17 میلیون ایران میشه. خواستم بهتون نشون بدم که اطلاعات داشته باشید. عکس عقاب روشه. من تیه بچه های چنلم. یوهو. المحطة القادمة المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Burj Khalifa Dubai Mall. تا این چقدر خوشگله.